با درود مهر، من محمد منظرپور هستم. امروز دوشنبه 11 دی ماه 1402 برابر با اول ژانویه 2024 میلادی در خدمت شما هستم. ضمن عرض تبریک برای فرارسیدن سال نو میلادی به همه هموطنان مسیحی و همه عزیزانی که به هر حال این جشن رو فی‌الواقع میگیرن. موضوع برنامه امروز ما دو تحول مهم در بحران خاورمیانه هستش. در عرض 24 ساعت اخیر ایران اعلام کرده که ناوشکن البرز رو به دریای سرخ اعزام کرده و این ناوشکن الان در دریای سرخ مستقر هستش. این در پی کشته شدن 10 نفر از نیروهای دریایی دولت حوثی یمن به واسطه اقدام نظامی ناوگان آمریکا در منطقه صورت گرفته و بسیاری از ناظران احتمال میدن که حضور ناوشکن البرز میتواند که احیانا به تشدید تنش‌ها در این آبراهه راهبردی بین المللی منجر بشه، منتهی بشه. این در حالیه که کمتر از 48 ساعت پیش دولت، یعنی وزیر امور خارجه انگلستان، در تماسی که با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران داشت، ایران رو بابت اقدامات در واقع شبه نظامیان حوثی یمن مسئول دانست و ظاهرا این ارتباط تلفنی خیلی خصمانه و خشک از سوی دو طرف یعنی انجام شده. همزمان در تحولی حتی نگران کننده تر، منابع سوری به گزارش دادن که نیروهای ایرانی، نیروهای در واقع نیابتی ایران در دیر و زور سوریه در تنگه البوکمال از اون منطقه دستور در واقع عقب نشینیشون صادر شده. من فقط خدمت آقای فریدونی عرض میکنم که بک‌گراندشون مناسب نیست، اگر ممکنه بک‌گراندشون رو یا حالت درست شد. و تنگه البوکمال به جهات راهبردی بسیار بسیار حائز اهمیت. این تنگه‌ای که در عملیات البوکمال در سال 2017 توسط نیروهای ایرانی و نیروهای نیابتی ایران کنترلش رو در واقع در دست گرفتن و این عملیاتی بود که به اعتقاد اکثر ناظران مانع از این شد که اتصال سرزمینی بین در واقع نیروهای کرد شمال عراق و نیروهای کرد مستقر در شمال سوریه ایجاد بشه، اتصالی که میتونست اتصال سرزمینی برای مجموعه موسوم به کردستان ایجاد بکنه تا دریای مدیترانه. این اگر صحت داشته باشه، گزارش هایی که در منابع سوری منتشر شده، این یک شکست فاجعه بار برای ایران به لحاظ راهبردی هست و میتواند که در میان مدت و کوتاه مدت تهدیدات استراتژیک عمده‌ای رو متوجه ایران، عراق و ترکیه بکنه. برای بررسی ابعاد مختلف این تحولات دو کارشناس داریم همراهمان. مهمانان امروز برنامه جناب آقای حمید نیکو و آقای امیر فریدونی، هر دو از آلمان. آقای حمید نیکو تحلیلگر مسائل راهبردی هستند و آقای فریدونی پژوهشگر مسائل امنیتی. خدمت هر دو مهمان عرض ادب و احترام دارم. ابتدا با جناب آقای نیکو آغاز میکنم. آقای نیکو، تنگه البوکمال چرا واجد اهمیت راهبردی هست؟
درود به شما و بینندگان عزیز. سال نو میلادی رو هم خدمت همگی تبریک میگم. امیدوارم که این سال سالی باشه که شرایط ایران بهتر بشه. در پاسخ به سوالتون، تنگه ابوکمال یا قائم که در طرف عراق اون رو قائم میکنن به دلیل قرار گرفتن در یک نقطه استراتژیک و یک حلقه مواصلاتی هست بین عراق و سوریه که بهترین مسیر هست برای ایران به لحاظ اقتصادی و به لحاظ حتی نظامی و لوجستیک برای جمهوری اسلامی که بتونه تسلیحات خودش رو و تردد نیروهای خودش رو تحت کنترل داشته باشه و تا کنون یکی از قابل اتکاترین نقاط بوده برای جمهوری اسلامی، به ویژه اینکه در به لحاظ اقتصادی هم اگر این موضوع رو بخوایم بررسی بکنیم، در واقع خطوط راه آهن که از جنوب عراق تا شمال عراق کشیده میشه و میتونه خطوط ریلی ایران رو و دسترسی بده به ایران برای دسترسی به دریای مدیترانه، از این لحاظ بسیار اهمیت داده. نکته مهمتر از این مسائل اقتصادی بحث ژئوپلیتیک هست. همونطور که میدونید شمال عراق و شمال سوریه و شرق سوریه به نوعی مرکز هست با مناطق کردنشین هستند و در واقع اتصال این دو منطقه کردی که نوعی تحت نفوذ و کنترل امریکا و اسرائیل هست و با جریان‌های غربگرا هم هستند، میتونه تاثیر بذاره بر ژئوپلیتیک داخلی ایران، بحث‌های قومی ایران، منطقه کردنشین ایران و در مقاطعی میتونه باعث بشه که ایران وارد درگیری بشه با های کردی و از این نقطه نظر این بسیار اهمیت داره. البته در این موضوع در این مسئله ما میتونیم حضور ترکیه رو هم احساس بکنیم که ترکیه به نوعی به لحاظ راهبردی همسو هستش با نگاه امنیتی ایران در اون منطقه، ولی اون چیزی که ما رو میتونه بیشتر نگران بکنه ملاحظات راهبردی روسیه هستش که ما میبینیم که به نوعی فضای هوایی حریم هوایی سوریه که تحت کنترل روس‌ها هست به نوعی فضا رو داده به اسرائیلی ها و امریکایی ها، به خصوص اسرائیلی ها که بتونن با آزادی عمل هدفهای ایران رو و هدفهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران رو، مراکزی که تأسیسات و تسلیحات نظامی ایران در اون انبار میشه و حرکت کاروانهای نظامی ایران هدف و قرار بگیره. در ادامه این اثبات این فرضیه که روس‌ها به نوعی پشت ایران رو خالی کردن در این مسئله، بحث ترور یا به هر حال هدف قرار گرفتن آقای وزیر موسوی هستش که بحث از هدف قرار گرفتن ایشون ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم واکنش جدی رو حداقل حتی در کلام و موضع‌گیری از خودش نشون نمیده. حالا من فکر می‌کنم که حالا یه خورده بحث ادامه پیدا بکنه، ما به سایر جنبه‌ها بپردازیم. سپاس از شما جناب فریدونی. این بحث عقب نشینی نیروهای ایرانی و پایگاه‌های نیروهای نیابتی ایران از البوکمال در دیر و زور میتونه که موازنه نظامی در منطقه رو به نحو خوف‌انگیزی بر ضد ایران تغییر بده. آیا به نظر شما اونطور که آقای نیکو اشاره کردن این بحث چراغ سبز روسیه برای اقدامات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه پایگاه‌های ایرانی در سوریه میتونه در اتخاذ این تصمیم مؤثر بوده باشه، یا اینکه اصلا تهران
دچار واهمه موجودیتی شده و داره سعی میکنه که کلا رد پای خودش رو در خاورمیانه از بین ببره. با درود خدمت شما جناب منظرپور و مهمان عزیزتون جناب آقای نیکو و همچنین همه بینندگان و شنوندگان و تبریک سال نو به همه همیهنان. امیدوارم سال جدید برای ایرانمون بالاخره طلوع یک روزهای خوبی باشه و این روند نحسی که کشور ما دچار شده معکوس بشه. در مورد سوال شما جناب منظرپور، این اولین بار نیست که ایران به خاطر روسیه مواضع خودش رو و چینش نیروهاش رو در سوریه تغییر میده. در ابتدا چینش نیروها به این صورت نبود. نیروهای ایرانی تمرکز بسیار زیادی داشتن. من مجددا سوالم رو با جناب آقای فریدونی مطرح میکنم. آقای فریدونی، آیا همان گونه که آقای نیکو مطرح کردن، آیا این مسئله عقب نشینی گزارش شده نیروهای ایرانی از البوکمال به نظر شما به واسطه در واقع حالا کارشکنی روسیه یا همکاری روسیه با اسرائیل یا همسویی مسکو با اسرائیل در رابطه با تحولات باب المندب رخ داده یا دلیل دیگری میتونه داشته باشه؟ قطعاً به همین دلیله. البته عرض کردم من همچنان اطلاعاتی مبنی بر این که نیروهای ایرانی پایگاه‌های خودشون رو ترک کردن یا حتی از تمرکز نیرو در اون منطقه کاستن، حالا گزارشی ندیدم یا در مطلبی نخوندم. ولی اگر همچین اتفاقی بیفته که قطعاً مانند اون اتفاقی که قبلا افتاد در بعد از سال 96-97 که روسیه در یک خنجر از پشت آشکار ایران رو وادار کرد که پایگاه‌های خودش رو، سپاه رو وادار کرد که پایگاه‌های خودش رو در جنوب غربی سوریه واگذار کنه به روسیه. قطعا اگر این اتفاق بیفته باز هم این با هماهنگی اسرائیل که بالاترین سطح هماهنگی رو بر روی با اسرائیل در مورد سوریه داره و چنان این روابط برای هر دو طرف مهمه که اسرائیل علی‌رغم فشارهایی که بهش وارد شد هرگز به تسلیح اوکراین نپیوست، با آنکه سلاح‌های در اختیار داشت و صنایع دفاعی صنایع اسرائیل سلاح‌های تولید می‌کردند که کاملا مورد نیاز اوکراین بود و میتونست به اوکراین یک برتری ببخشه در نبرد با روسیه. ولی اسرائیل هر دولتی در اسرائیل بر سر کار اومد به این جنبش یا به این حرکت تسلیح اوکراین نپیوست، برای اینکه نمیخواست روسیه رو با خودش در سوریه دشمن بکنه یا اینکه اون رو به یک جبهه دیگه بکشونه، برای اینکه برای مهار ایران برای به هماهنگی به کامل با پوتین نیاز داشت. پوتین بارها و بارها به نیروهای ایرانی در سوریه از پشت خنجر زده و بارها حتی نه تنها مواضع نظامی ایران رو از چنگ اونها درآورده و اونها رو وادار به تغییر مکان و تغییر چینش نیروها کرده، بلکه حتی ایران رو وادار کرده معادن و یا قراردادهای اقتصادی هم که در سوریه داشتند رو به روسیه واگذار کنه. البته این روند هم بعد از جنگ اوکراین تا حد زیادی معکوس شده، ولی قطعا این اتفاقات هرگز بدون هماهنگی اسرائیل و سوریه اسرائیل و روسیه نخواهد افتاد. قطعا این هماهنگی در بالاترین سطوح بین این دو کشور وجود داره، همچنان که علی‌رغم اینکه یک بار هم هواپیمای اطلاعاتی یا شنود و جمع‌آوری اطلاعات روسیه توسط اسرائیل هدف قرار گرفت، ولی این روابط هرگز به تنش نینجامید و این همکاری ها در سطوح بالا
ادامه داره و متاسفانه هر بار که باز هم یک بحرانی پیش اومده، روسیه خیلی بدون هیچ شک و تردیدی ایران رو و ایرانیان رو و نیروهای ایرانی رو قربانی مطامع خودش کرده. سپاس فراوان از شما. قبل از اینی که برگردیم به تبعات عقب نشینی گزارش شده نیروهای نیابتی ایران از تنگه البوکمال در دیر الزور، من میخوام برگردم به مسئله اعزام ناو البرز به دریای سرخ. آقای نیکو، در شرایطی که ما شاهد تراکم نیروهای دریایی آمریکا در هم تنگه باب‌المندب و هم در دریای سرخ هستیم و انگلستان هم چند کشتی جنگی به این آبراه راهبردی اعزام کرده، من چیزی که برام بسیار عجیبه اینه که اعزام یک ناو نسبتاً در واقع مستهلک، ناوی که سال 1969 به ناوگان دریایی ایران پیوسته و واقعیتش اینه که یک ناو فریگت ساده هستش، مثلا یه ناوشکن نیستش، نمیتونه موازنه نظامی رو اونجا به هم بزنه. اعزام این ناو آیا به یه نوعی تأمین هدف برای این کشتی هایی که الان یه پاستورینگ خصمانه‌ای نسبت به ایران دارن نیستش؟ یعنی نمیتونه که ما رو در شرایطی قرار بده که کشتی از دست بره احیانا و تغییری هم در واقع موازنه قدرت اونجا در دریای سرخ رخ نده؟ ببینید، همونطور که ما جمهوری اسلامی در عراق و سوریه به نوعی داره زورآزمایی میکنه به طور نیابتی با نیروهای امریکایی و حتی خود اسرائیل، و اسرائیل هم به نوعی فشاری که برش وارد بود از طرف حماس کمتر شده و فراغ بال بیشتری داره بتونه ایران رو در این دو کشور، حداقل در سوریه، درگیر کنه و توانش رو با چالش روبرو کنه. ایران تمایل داره که باز در صفحه مقابل در یک توازن دیگه فشار رو بیشتر بکنه از در سمت دریای سرخ، که متدی هم که نیروهای حوثی در نظر گرفتن و دارن انجام میدن، در واقع جنگ‌های نامتقارن با استفاده از سبکی که سپاه پاسداران با استفاده از قایق‌های تند رو در تنگه هرمز تجربهش رو داره و این درگیری دریایی که ایران خودش رو منتصر به اون نمیدونه و به نوعی اقدامات حوثی‌ها رو در دریای سرخ خود مختار میدونه و حتی اون حملاتی هم که به صورت موشکی کرد ناموفق به اسرائیل، ایران تمایل داره که تمرکز بحث جنگ نامتقارن در دریای سرخ باشه، حداقل به لحاظ بعد تبلیغاتی. تمایل جنگ درگیری مستقیم با نیروهای امریکایی و حداقل این 20 کشوری که اومدن توی دریای سرخ و صف‌بندی کردن برای مقابله با ناامنی دریایی. اما بعید میدونم که این حضور، چون بیشتر یک حضور نمادین هست از سوی ایران، یک درگیری مستقیم منجر بشه. به این دلیل که حداقل اگر ما می‌خواستیم واکنش جدی ایران رو دیده باشیم، میتونستیم تو این روزهای بعد از جنگ حماس در سوریه شاهد اون باشیم. به خاطر همین میشه اینطور تحلیل کرد که با توجه به اون آتشبستی که بین عربستان هست با نیروهای حوثی و نیروهای در واقع کشورهای عربی هم خیالشون راحت از این که تخاصمی نیست با وجود نداره بین حوثی‌ها و اونها. حوثی‌ها هم همزمان خواهان کسب اعتبار هستند در واقع مذاکرات خودشون برای مشروعیت خودشون، حداقل در شمال یمن،
و امریکا هم به این تضمین و به این اطمینان رسیده که حوثی‌ها حملات خودشون رو گسترش نمیدن به کشتی‌های که در واقع غیر از کشتی‌های غیر اسرائیلی. البته خب اسرائیلی‌ها کشتی‌هایی رو که از اونجا مورد استفاده قرار میدن تحت پرچم کشورهای دیگه هستش، ولی من فکر کنم سطح تنش بیشتر از این نمیشه، چون حوثی‌ها بیشتر در یک حملاتی سعی میکنن مشارکت بکنن که مقطعی باشه و به نوعی رویکردشون سطح نظامی هستش و بنابراین من بعید میدونم که این حضور ایران یک حضور جدی برای یک درگیری گسترده باشه. آقای فریدونی، اگر برگردیم به بحث البوکمال، نکته‌ای که بر من خیلی جالب بود در عرض مدت این بود که هر کجا نیروهای نیابتی ایران نیروهای آمریکایی در منطقه رو هدف قرار میدادند، به طور مشخص آمریکایی‌ها نیروهای وابسته به ایران در دیر و زور و البوکمال رو هدف قرار میدادند. یعنی اگر ایران در نمیدونم پایگاه نفتی العمر به نیروهای آمریکایی حمله میکرد، اگر در عراق حمله میکرد، اگر در جاهای دیگه سوریه حمله میکرد، آمریکایی‌ها مرتباً رفتن البوکمال رو کوبیدن. آیا این بخش طرح آمریکا برای ایجاد اتصال سرزمینی بین مناطق کردنشین عراق و مناطق کردنشین سوریه هستش؟ چون که ظاهرا نیروهای آمریکایی که در عراق هست در سوریه مستقرن و استقرارشون هم خب غیر قانونیه، اونها فقط حافظ نیروهای YKK در شمال سوریه هستن دیگه، در واقع کارکرد دیگری که ندارن. آیا هدف آمریکا همینه؟ بله دقیقاً. هدف ایران داشتن یک راه امن از ایران، یک راه زمینی امن از ایران تا به سوریه است که بتونه بدون نیاز به گذر از دریاهایی که زیر دست دشمنانش هست تسلیحات خودش رو به نیروهای نیابتیش به مخصوصاً به حزب الله برسونه و این بازدارندگی رو بتونه در این حال حفظ کنه. همچنین یک گسستی بین اون پیوستگی نیروهای طرفدار غرب در شمال و جنوب این مسیر ایجاد کنه و اتفاقاً پلن آمریکا و طرح آمریکا هم برای ایران همینه که بتونه این گسست رو بین اون شرق و غرب که نیروهای ایرانی که این جاده اونها رو به هم وصل میکنه ایجاد بکنن. هر دو دارن در این منطقه تلاش میکنن، حالا چه غیر مستقیم با تقویت نیروهای مخالف همدیگه و چه وقتی که پاش برسه مستقیم با حمله مستقیم جنگنده های آمریکایی بتونن این پیوستگی رو بشکنن. خب البته همچنان در روی زمین دست برتر رو ایران داره. اگر به نقشه‌ای که در تهیه شده از پایگاه نیروهای خارجی در سوریه اگر نگاه کنیم میبینیم که با اختلاف بیشترین پایگاه رو ایران داره در اونجا و به شکلی میشه گفت در تمام سوریه پراکنده شده به جز جاهایی که حالا در شمال که اون کردها وجود دارن و ترجیح دادن روسیه پایگاه اونجا داشته باشه و نه سوریه و ایران. ولی همونطور که عرض کردم در شرق و غرب این فرات هم این رو در رویی بین ایران و نیروهای نیابتیش و آمریکا و نیروهای نیابتیش وجود داره و هر دو طرف دارن تلاش میکنن این پیوستگی رو بشکنن که البته فعلا بر روی زمین برد با نیروهای ایرانیه و تونستن هر طور شده این مسیر مواصلاتی رو حفظ کنن و به نظر من هم ایران به راحتی این ابوکمال رو از دست نخواهد داد. در طرحهای ایران برای عراق و سوریه و لبنان این مسیر بسیار بسیار حیاتیه. آقای نیکو، آیا اگر این نگاه کنید این سایت هایی که دارن گزارش میدن که ایران داره از البوکمال عقب نشینی میکنه، سایت هایی هستن که اتفاقا اگر تو توییتر تعقیب کرده باشین سایت های نزدیک به روسیه هستن، سایت هایی هستن که معمولا موثق بوده گزارش هاشون. اگر این صحت داشته باشه
آیا ما باید انتظار داشته باشیم که نیروهای YKK و نیروهای کرد اقلیم بیان و این خلأ رو پر بکنن سریعا؟ یعنی ما شاهد تغییر نقشه تقسیم سوریه به طور سریع باشیم؟ ببینید، اگر این نقطه رو به عنوان یک نقطه حیاتی برای جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و اینکه کل اون در واقع محوریت بحث محور مقاومت در اونجا اون شاهراه مد نظر قرار بدیم، بعید میدونم که جمهوری اسلامی به این سادگی ها با توان مقاومتی و نیابتی که داره اونجا رو از دست بده. به حال مشخصه که ایران ضربات سختی خورده، همزمان حملاتی که داره اسرائیل انجام میده، مثلا علیه فرودگاه حلب، یا در واقع بیشتر در واقع اون محوریت لوجستیکی رو داره هدف قرار میده و امریکایی ها هم به دلیل اون حملاتی که داره نیروهای شبه نظامی ایران میکنه با اسامی مختلف، بعید میدونم که جمهوری اسلامی به این سادگی ها از اون منطقه عقب نشینی بکنه. حتی اینکه اولویت راهبردی روسیه و یا در واقع اولویت تاکتیکی روسیه همسو با اسرائیل خواستش این باشه. این رو هم از یاد نبریم که به نوعی در واقع در زمین و در سوریه اون کسی که سنگر راهبردی روسیه رو در برابر محور غرب حفظ کرده این جمهوری اسلامیه. بنابراین من فکر می‌کنم ساده انگارانه است که اگر ما تصور بکنیم که روسیه ترجیح داده که ایران از این نقطه استراتژیک حذف بشه، ولی خب ما اگر بخوایم باز در یک نگاه کلان راهبردهای روسیه در سوریه رو بررسی کنیم، بله، روسیه خواهان یک ایران مقتدر که بر تمام نقاط استراتژیک دریایی، بنادر، مناطق مواصلاتی سوریه و عراق حاکم باشه به طور مطلق، از این تمایل نداره همچین اتفاقی بیفته. به خاطر این همیشه حضور ایران رو به رسمیت شناخته، ولی رسمیتی که با چالش همراه باشه. چالش ها چی هستش؟ چالش ها میتونه یکی خود اقدامات هوایی و زمینی اسرائیل باشه. چالش بعدی بحث ملیگرایی عربی هست، ملیگرایی عربی که به ویژه در عراق خیلی شدت گرفته، ناسیونالیسم عربی علیه ایرانی ها و اون تصویر ذهنی عرب ها، عراقی ها به ویژه بعد از حذف داعش به شدت ضد ایرانی شده و همین باعث شده که حداقل این محور به لحاظ اقتصادی حتی تو این چند سال برای ایران اون آورده لازم رو نداشته باشه. و اگر هم باز به اخبار یک سال اخیر دقت بکنید، قراردادی که بسته شد برای از بندر بصره تا شمال عراق برای اینکه اون در واقع کشورهای خلیج فارس رو به لحاظ ریلی وصل کنه به اروپا بدون اینکه از ایران رد بشه، این هم یک چالشی بود که به طور جدی عراقی ها دنبالش هستن. یعنی در حال حاضر هم ایران به سادگی در عراق حضور نداره و تنها تونسته این حفظ موقعیت خودش رو داشته باشه از طریق نیروهای نیابتی خودش، نیروهای شیعه، طرفدار نیروی شیعه وابسته به خودش که به نوعی در تضاد با دولت مرکزی و مستقر عراق هم هست. سپاس از شما. آقای فریدونی، ما در ماجرای در واقع تنگه تنگه باب المندب شاهد این هستیم که بریتانیا برای نخستین بار ظرف شاید بگم دهه‌های اخیر از موضع ناظر در واقع همسو با آمریکا آمده بیرون و پاستچرینگ نظامی گرفته. در واقع گزارش که روزنامه تلگراف در واقع منتشر کرده بود گفته بود که بریتانیا احتمالاً اولین اقدام هوایی علیه حوثی‌ها رو انجام میده. بریتانیا خودش گفته که ما
وارد عملیات خصمانه در دریای سرخ میشیم علیه نیروهای حوثی و به ایران هم که هشدار داده، در تماس که آقای کامرون با آقای امیر عبداللهیان داشته. به نظر شما این تغییر پاستجرینگ یا تغییر نیمرخ علنی بریتانیا در رابطه با ماجرای در واقع دریای سرخ به چه دلیله؟ چی شده که بریتانیا که به هر حال یک قدرت متوسط تا کوچیک اروپایی ناگهان داره سعی میکنه خودش رو به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای اینجوری مطرح بکنه؟ داستانش چیه؟ چرا؟ بله، سوال اتفاقا جالبی هم هست. ببین جناب منظرپور، میشه این شرایط رو در خلیج عدن و تنگه باب‌المندب تا حدی با شرایطی که در جنگ نفتکش ها در خلیج پارس پیش اومده بود مقایسه کرد. آن زمان هم کشوری مثل کویت از آمریکا درخواست کرد که از نفتکش‌های کویتی حراست کنه، ولی خب یک قانونی در آمریکا بود که اجازه نمیداد ناوگان آمریکا از یک کشتی‌های تجاری که پرچمی غیر از پرچم آمریکا استفاده می‌کنند رو حمایت کنه یا اسکورت کنه. همون موقع شوروی فوری این پیشنهاد رو به کویت داد و کویت هم پذیرفت و آمریکا رو از ترس دخالت شوروی این پیشنهاد رو پذیرفت و اومدن اسم نفتکش ها رو عوض کردن، مثلا رخاره رو کردن بریشتون و اون کار انجام شد. وقتی که در همیشه اینطوریه که وقتی در آمریکا یک دولتی بر سر کاره که در تصمیم گیری مخصوصا در مداخله های نظامی یا کارهایی که به مداخله نظامی منجر میشه تعلل میکنه، این کشورهای اروپایی مثل فرانسه به این دو کشور اروپایی یا فرانسه یا انگلستان یا بریتانیا و یا حالا اون موقع چین یا اون موقع شوروی الان میشه گشاد مثلا چین و روسیه حتی خیلی مایل هستن که نقش یک این که در نبود آمریکا میتونید به ما هم تکیه بکنید. خب کشورهای مخصوصا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج پارس بسیار از ایران و نیروهای نیابتیش هراس دارن و نشون هم دادن که حتی از پس نیروهای مثل آنند حوثی ها هم بر نمیاند و همیشه دنبال یک کسانی هستند که از اینها حمایت کنه. بارها شاهد بودیم که حتی نیرو هوایی آمریکا حفاظت و فرانسه حفاظت از حریم هوایی امارات رو بر عهده گرفته بود، با اینکه امارات خودش جنگنده‌های پیشرفته و تجهیزات هوایی پیشرفته داره. این پیش میاد وقتی که این تعلل میکنه دولت آمریکا در اون چیزی که ازش انتظار میره. بعضی قدرت‌های اروپایی سعی میکنن خودشون رو در قامت یک کسی که میشه به ما هم تکیه کرد، میشه ما هم تا حدی جایگزین آمریکا بشیم، در صورتی که همونطور که خودتون فرمودید بریتانیا دیگه اون توان دریایی رو نداره و ابداً کشورهای اروپایی نمیتوانند بدون حمایت آمریکا در یک نقطه‌ای به درگیری وارد بشن و مطمئن باشن که از آن درگیری پیروزمند خارج میشن. ولی این ژست‌ها رو میگیرن برای اینکه در واقع حالا اون بعضی کشورها رو به حمایت خودشون دلگرم کنن و ژست کسی که میتونه نقش یک پلیس رو در یک منطقه بازی کنه به عهده بگیره برای منافعی که ممکنه این ژست نصیب اونها بکنه. سپاس از شما آقای نیکو. در این چرخش خیلی تند مسکو از حمایت از فلسطینیان، میدونید که مسکو ابتدا آمد اون قطعنامه‌های پیشنویس قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه رو در شورای امنیت مطرح کرد، آمریکا وتو کرد. کلاً در اون مایه گفتمان مسکو و نزدیکان به آقای پوتین مثل آقای دوگین بسیار پرو پلستینین، طرفدار فلسطین بود و خیلی روی کرده به نظر می اومد که پان عربی گرفته در این ماجرا. بسیاری اعتقاد دارن این چرخش 180 درجه ناگهانی آقای لاوروف ناشی از نقشی که امارات متحده عربی اینجا ایفا کرده.
همونطور که مستصر هستید بعد از ماجرای اوکراین بسیاری از سرمایه‌های نجومی اولیگارش‌های روس که در اروپا سرمایه گذاری شده بود، در همین انگلستان، در آلمان، در فرانسه، اینها جابجا شد عمدتاً به دو کشور، یکی اسرائیل و یکی هم امارات متحده عربی. امارات در این حال روابطش با اسرائیل حتی از روابط ریاض با اسرائیل بسیار پیشرفته تره و یعنی از یه طرف بسیار نزدیک به اورشلیم و از سوی دیگه هم در واقع گوشت مسکو زیر دندونشه. به نظر شما این نقش آفرینی امارات رو ما چقدر میتونیم در این چرخش مسکو مؤثر بدونیم و آیا اینکه برادران قاچاقچی ما در ایران از امارات متحده عربی به عنوان سرپل قاچاق استفاده میکنن دست ایران رو برای به چالش کشیدن امنیتی امارات نبسته؟ سوال خیلی حساسی بود البته. ببینید با توجه ببینید سفر اخیر آقای پوتین به امارات رو شما قرار بدید این اتفاق رو در کنار روابط کنونی عربستان، امارات و کشورهای خلیج فارس با حوثی‌ها و همیشه سیستم امنیتی خلیج فارس زمانی ملتهب میشد که کشورهای عربی خلیج فارس از این توازن وحشت به نفع ایران دچار چالش میشدن و اون هنگام بود که دست به دامن و حال نیروهای غربی با محوریت امریکا یا انگلیس میشدن. اما در حال حاضر این اتفاق شبیه گذشته نیست. تنها بازیگری که در دریای سرخ دچار چالش امنیتی شده به لحاظ تامین انرژی و تامین کالا و امنیت تردد فقط اسرائیل هستش. پس این حضور بریتانیا و امریکا و کشورهای دیگه که در این ائتلاف شرکت کردن برای مقابله با حوثی‌ها آنچنان حضور تعیین کننده برای کشورهای خلیج فارس نیستن، به دلیل اینکه ما محور چین و روسیه رو داریم در واقع سیستم امنیتی خلیج فارس و دریای سرخ. به نوعی باز اینجا ما می‌بینیم که به طور ضمنی و به طور غیر مستقیم دو هژمونی روسیه چین در مقابل امریکا انگلیس قرار گرفته و در مورد موضع‌گیری امارات که به نوعی روسیه هم دیدیم که در مورد جزایر چه موضع‌گیری در واقع ضد امنیت ملی و ضد تمامیت ارضی ایران صورت داد، دقیقاً به این شکل است که در مقطع کنونی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه کشورهای عربی خلیج فارس و روسیه و به نوعی چین همسو باشند با راهبردهاش در دریای سرخ و در واقع بحث حوثی‌ها، به نوعی موضع‌گیری جدی هم نکرد. اگر دقت بکنید دقیقاً به همین دلیل بود که اونها رو همراه بکنه و بتونه بازی‌های خودش رو از طریق حوثی‌ها در خلیج در واقع در دریای سرخ به پیش ببره که قطعاً این موضوع هم در مقطع کنونی در تضاد با منافع ملی ما بوده. تو بحث حداقل امارات که ما نتونستیم موضع‌گیری جدی بکنیم علیه روسیه و حتی علیه کشورهای عربی که چنین بیانیه‌ای رو صادر کردن. سپاس فراوان آقای نیکو. آقای فریدونی فقط 1 دقیقه وقت داریم. آیا اصلا متصوره که با این ترکیبی که الان بر تهران حاکمه 30 ثانیه شاید فرصت داشته باشید، آیا متصوره که تهران بتونه حرکتی در خاورمیانه بکنه بدون کاشکنی مسکو یا مستقل از مسکو؟ کوتاه لطفا. خیر، فکر نمی کنم فعلا ایران هم پلنی یا در تهران پلنی برای انجام کار خاصی باشه. حفظ وضعیت موجود براشون فعلا بهترین کاره. سپاس فراوان از جناب آقای امیر فریدونی و جناب آقای حمید نیکو، همه عزیزانی که بیننده برنامه بودن.
بهراد نازنین در اتاق فرمان که امکان پخش فراهم کرد و عزیزانی که در چت یوتیوب مادریت میکردن. کامنت ها رو متاسفانه ندیدم، اسامیشون رو نمیدونم، ولی در قلب ما جای دارن. تا 1-2 ساعت دیگه که با برنامه هدلاین در خدمت شما خواهم بود. بدرود و ایام بکام.